الذین هم لفروجهم حافظون. مؤمن آنها هستند که شرمگاه‌های خود را، فرجهای خود را حفاظت کنند. فروج شرمگاه را میگه، مرد زن آنها شرمگاه خود را حفاظت میکنند. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، مگر در دو محل شرمگاه را استعمال کنند، زن یا مرد، بر جفتهای خود و بر کنیزهای خود. در دو مورد استعمال شرمگاه گناهی ندارد. فانهم غیر ملومین، در این دو محل بر زنان خود و بر کنیزان. الان که در دنیا کنیزی وجود ندارد، بر ازواج استعمال کنند، اینها ملامت نیستند. فانهم غیر ملومین. فمن ابتغى وراء ذلك، هر کس طلب کند ما سوای این دو مورد، تو فاولئک هم العادون، آنها متجاوزند. نعوذ بالله دست به لباست بزنند. حتی در زن اگر در غیر محل که تجاوز بکند، او هم تجاوز کرد. چون الله تعالی در محل گفته فاتوا حرثکم الناشئ، در محل زراعت بیاید. اون محل زراعت نه، اون محل فرد ہے، خطافت ہے. بعضی شنبخته ها گفتن که اگر یک دری را ببندد به حکمت کو شاید در دیگری باطله. در هنگام حیض و نفاس بسته فاعتزلوا النساء فی المحیض. لحاظ اون باطله. و کسی فکر نکند که این شعر شاید حقیقتی دارد، برای شعری هم درست کرده و اینا جایز میدانند. بدبخته ها حرام، هیچ فرقی ندارد با اون لباست غیر محل یا با لباست نعوذ بالله باطل. هر دو گناه کبیره هستند و تجاوز از محل. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، آنها غیر از این دو محل تجاوز کنند، اینها تجاوزگرند. لذا از این آیه حرمت صیغه ثابت میشه. چرا زنی را که صیغه میکنند زن است یا کنیز؟ اگر زن است چرا از اون مزایای زوجیت محرومه؟ زن صیغه‌ای، آنهایی که اعتبار به صیغه دارند، میگویم اونها نمیگن که ما ملکت ایمانهم. اگر این زنه چند اعتراض بر آنها وارد میشه. اگر زن صیغه‌ای، تو چرا میراث نمیبرد؟ زن صیغه‌ای از مرد شوهرش صیغه کرده، شوهر بمیره میراث نمیبره، او میبینه میراث نمیبره. کدوم آیه این از میراث محروم کرده؟ زن حالا که دو حالت دارد بمیرد، مرد هم دو حالت دارد بمیرد، تو باب میراث خوانده ای. زن با طلاق جدا میشه، این که طلاقش میگه نداره. من میگم اگر این زنه حکم زن هست، تو چرا از مزایای زوجیت محرومه؟ حق نفقه، حق مسکن، حق لباس بدون شرط ندارد. اگر هنگام عقد خواندن صیغه او شرط نکند مسکن را و طعام و لباس را، او حق نداره. حالا که زن عقد دائم بدون شرط این حقوق برگردن مرد لازمه. هر که ازدواج کرد، نفقه زن، لباس زن، مسکن زن برگردن مرد لازمه، واجبه. اگر این زنه چرا این مزایای زوجیت را نداره؟ اگر این زنه تو چرا عدتی نداره؟
عدتی که زنهای طلاق بشوند، حالا یا زن حامل است یا زن از حیض محرومه، ناامیده یا ذات حیضه، سه نوع عده ما داریم برای زنی که از مرد جدا میشه با طلاق، و این هم طلاقی نداره. همون آیاتی که زن صیغه‌ای را از این زنها جدا کرده، همون آیه را به ما نشان میده. اگر میگن در روایت زمانی عقد صیغه‌ای بوده، عقد موقتی بوده، اون تمام مزایای زوجیت را داشته. هیچ کتابی از کتابهای ما چنین مطلبی را ننوشته که اون اگر عقد موقتی بوده که حرمتش در روایات آمده، گوشت خر را و صیغه زنان را یک روزی حرام تحریمش آمده. یک مسائلی بوده، یک زمانی بوده در صدر اسلام شراب نوشی بوده، شراب هم میخورده مسلمان و نماز هم میخوانده و صحابه رسول الله هم بوده، مباح بوده شراب، گوشت خر مباح بوده. در روایات ما اگر نگاه کنید، حرمت صیغه عقد موقت و حرمت گوشت خر یک روزی آمده و راوی خود حضرت علیه. خب اونها روایت ما را قبول نمیکنن. حضرت عمر حرام کرده. کی میگه حضرت عمر؟ حضرت عمر کی هست که حلال خدا را حرام بکنه؟ اون هم در جمع مهاجرین و انصار. اون هم در محضر حضرت علی شیر خدا. حضرت عمر دیگه این جرأت را داشت که حلال خدا را در محضر حضرت علی، اون هم در محضر حسنه، حلال خدا را حرام کنه. اگر روایات ما را نگاه کنید، ناقل حرمت صیغه حضرت علی. شما روایات ما را قبول نمیکنید، ما هم روایات کلینی را و ملا باقر مجلسی را هم قبول نداریم. پس بیایم به قرآن برگردیم. قرآن میگوید محل استعمال دو تا هستند، یا زن یا کنیزه، و زن هم مباهه تا 4 سال. از 4 تا زن بیشتر کسی در یک زمان نمیتواند بگیرد. و اینها میگن که عقد موقت متعه دهن پر از آب میشه، جوانها متعه، این که دیگه حد و مرزی نداره، هزاران زن را هم یکی میتواند پیدا کنه. از شما میگی زنه تو باید 4 تا بیشتر جایز نباشه. در عقد دائم از 4 تا زن بیشتر در یک عقد کسی نمیتواند. اگر بخواهد یک زنی را طلاق بده یا بمیره، باید عده اون زن مطلقه و متوفا عدهش باید بگذره، باید میتواند زنی دیگر. اگر یک انسان 4 تا زن دارد، حالا میخواد که یک زن دیگر بگیره، یکی را طلاق داد، تا زمانی که عده این نگذشته این هم نمیتواند بره. باید این زن مطلقه عدهش بگذره. چرا این تو عده زنه؟ همین که شما میگید عقد موقت چیه؟ زنه. تو این مزایای زوجیت را چرا از اون محروم کردید؟ کدوم آیه این بیچاره را محروم کرده از میراث شما؟ شما عقد موقت برای تعرض کردید، سوار ماشین شدید، با یک تصادف جان شما گرفته شد، این بیچاره باید میراث شما را ببره. همینطوری که این زنان عقد 2 تا خوانده شد، اینها زوجیت برقرار میشه، هر کدام از اینها بمیره دیگری میراث میبره. اگر که ما به صاحبان به زنان بیچاره میراث نمیدهیم، این ظلم ما، ورنه خدا میراث داده. نامزد اگر بمیره نامزد مرد باشد یا زن، هر کدام بمیره بعد از عقد ایجاب و قبول شرعی زوجیت برقرار شده، میراث دیگه میده. نامزد حالا که میراث نمیدن دیگه زنای بیچاره 4-5 تا بچه و 10 تا بچه پیدا کردند و 15 تا بچه برای مرد پیدا کردند و درد کشیدند و جیخ کشیدند و بچه های گردن کلوب برایش درست کردند و پرورش دادند، اون میراث نمیدن.